به 6 سال زندان محکوم شدن داملا عبدالحنان منانوف که با دشنام و حقارت جشن عروسی برادرزادش را ویران کرد، دیگر بار بحث را درباره رفتاری او و حکم زندانش در شبکه‌های اجتماعی بپا کرد. دادگاه ختلان این داملا از ناحیه کوشانیان را به تماشا و پهن کردن نوارهای پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف سازمان‌های مخالف دولت گناهکار دانسته است. پیمان مذکور که هر گونه ادعا درباره افراطگرایی را رد می‌کند، در کشور سازمان تندرو و ممنوع اعلان شده است. سلام بیننده ارجمند، صحبت امروزه درباره رفتار داملا عبدالحنان است و مهمانان ما فریدون هادیزاده تحلیلگر مسائل دینی و امرالله نظام خبرنگار مقیم اروپا که درباره مسائل دینی هم می‌نویسد اینجا هستند. قبل از آغاز صحبت بیاید پارچه از همان ویدیو را می‌بینیم که سبب پس پنجره رفتن داملا عبدالحنان شد. باز برمیگردیم. مرحبا. چیکار کردم؟ تو رسوت نکردی زنه فهمیدی؟ داشته برای جن داشتی نبینم. بعد پدرتون علی پدرتای حتی میسر پاتی خوبی بعد توی بعد نبینی ترش کردن. بعد پدرت نه علی پدرت توی حتی بدبخت من ترش سرد بر خبر نکردم پاتی خوب. بعد پدری زاتون علی پدرت این چیکار فایز علم مردم ولی جعل نشتی. خب از شما شروع میکنیم جناب هادیزاده. این رفتار داملا عبدالحنان منانوف که جشن عروسی را به هم زد و مهمانان را از خانه رانده است چی را نشان میدهد؟ مرحمت. تشکر. سلام علیکم. و من به فکر من این نشان دهنده آن چیز است که یعنی گفتی پدری بزرگوارم جهل مرکب این نفر افتیده است. تماما آن چیزی که مردم در عروسی میخواستن که کمی خرسندی کنن، رقص کنن، بازی کنن و من زندگی به همونم اونقدر گفتن ممکن که خوبی ها زیاد ندارن، مردم خصوصا جوان ها میخوان که کم تر رقص و بازی کنن. این داملا آمد و با آنها با بسیار لحنی بد و با حقارت پدر نلت و فلان گفته البته از اونجا راند. این البته از آداب بیرون است. فکر میکنم که این چیزی بسیار بسیار خطا است و این از این باید که او پشیمان شود و توبه هم کند. تشکر. امرالله نظام، شما مسائل دین را که خوب آموخته اید و میدانید، نظر شما بر رفتار این داملا چی است؟ مرحمت. سلام و درود به شما برنده و به جناب مهمانتان و تمام کسانی که این برنامه را تماشا خواهند کرد. نظر من این است که اصل این عقده که و یا اینکه باروتی که در یک ظرف یا بلان هر چیزی که نامش بگیرید در این جمع آمد و یا اینکه در این مراسم ترکید، این هنوز سری از یک عده عقده ها و یا اینکه خشم و غضب های جمع شده هست که این ملا و یا اینکه جناب امین امام خطیب میگیم یا اینکه هر کسی که باشه و در همه جا ترکید و گفت. ما در شریعت اسلامی در اصل یک چی داریم که هر کسی که دعوای ملاگی و یا اینکه امام خطیبی میکند در برابر دعوای وارث پیامبر خدا بودن هم میکند. یعنی تقریبا تمام علمای اسلام بخصوص کسانی که در جاده تبلیغ و یا اینکه دعوت و تبلیغ دین سر و کار دارن، بخصوص امام خطیبان، خودشان را موظف میدونن که ما وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستیم و یکی از رسالت های آن حضرت امر کردن به کارهای خوب و منع کردن از کارهای بد است. حالا ما امرالله یک نکته را میخواستم اینجا اصلاح کنیم که این نفر عبدالحنان امام خطیب نبوده است و ما گفتن که این امام خطیب خیلی وظیفه نداشته است، یک ملا بوده است دیگر. بسیار خوب. یک ملا
یک ملایی که ما در شرایط تاجیکستان که داریم، شرایط تدریس برای ملاها معن، شرایط امر معروف در توی معرکه ها تقریبا معن، حتی از بس که زیر فشار قرار دارند و یا اینکه میترسن که مبادا کدام موضع گیریشون و یا اینکه کدام پاسخهایشون در جامعه مورد بازخواست آنها از جانب مقامات قدرتی نگردد، اینها همیشه زیر فشار قرار دارند. ما باید قبول کنیم که در تقریبا 20 سال اخیر مرحله به مرحله فشار و تضییق ها بالای روحانیان زیاد شده است و در این 5 سال اخیر این شدت این فشارها از حد گذشته است و به همین خاطر حالا اگر این ملا به خاطر رسانیدن همون امر معروف و یا اینکه نهی از منکر که این اصطلاحات دینی هستند و هر یک ملا دعوای اون را دارد که من باید پیش از همه در جامعه رسالتم این باشد که مردم را به کارهای خوب راهنمایی کنم و از کارهای بد منع کنم. این یک پهلوی مسئله. پهلوی دوم مسئله این است که همین ملاهایی که ما داریم از چند جهت، اگر امامی مسجد باشد، اگر که 4 کس میشناختگی باشد، اگر که در جامعه به حیث ملا شناخته شده باشد، از چند طرف اینها زیر فشار قرار دارند. یک، از جانب افراد و یا اینکه همون قوم هایی که از اینها متابعت میکنند. ببینید اینجا یک نکته جالب است که این عبدالحنان آمد و غیر منتظره این معرکه را با حرفای خیلی هم قبیح پراکنده کرد. یعنی در اینجا نقش مقامات مگر هست به نظر شما؟ بله، نقش مقامات من در این میبینم که مقامات این ما هنوز شاید از 1 ساعت و یا اینکه کمتر و بیشتر فقط یک پارچه از این معرکه را دیدیم. این پارچه معرکه هم در حدود تقریبا 3 دقیقه و یا اینکه کمتر و زیادتر بود که در رسانه ها چاپ شد و واکنش های را به وجود آورد. حالا اگر فرض کردیم همین ملا در محله خودشون امامی مسجد هم باشد و یا اینکه امامی 5 وقته هم باشد، در جای به حیث ملا معروف و شناخته شده باشد، این ملا طبیعی است که از طرز برخورد و همین که میگوید من شما را گفته بودم، آگاه کرده بودم، این معنای را دارد که اینها پیشکی مصلحت کردگی بدن که بچم و یا اینکه دادر و یا اینکه فلان وقتی که ما را دعوت میکنین شما کنسرت و یا اینکه دیگر کارها نکنید و یا اینکه رقص و سرود. ما در شریعت رقص و سرود زنها بین خودشون هیچ ممانعت نداره. حالا ببینید عین همین حرفای شما ما سوال خاصی داریم که یعنی میشد کوتاه بگوید که آیا در اسلام موسیقی و خوشحالی ممنوع است و یا توی باید آرام و ساکت مثل یک ماتم صورت بگیرد؟ منظور شما همین است؟ نه، منظور من این نیست. در اسلام توی سرور و یا اینکه رقص و خوشحالی و خرسندی کردن صاحب جشن ها را هیچ کس منع نکرده است. فقط زمان این جشن ها منع میشوند و یا اینکه محدود کرده میشوند فضای همون خوشحالی و یا اینکه خرسندی که بین زن و مرد یک جا شوند. و تشکر. جناب هادی زاده، نظر شما به همین سوالهایی که مطرح شد من یک چیز رو گفتنی هستم. اگر مثلا این دوستم وقتی که صحبت کردن، اگر همین حادثه در مسجد رخ میداد، خب من اون را قبول داشتم. اما این حادثه در بیرون از فکر میکنم مسجد رخ داد، یعنی که در فضای تماما دیگر. و باز یک چیز رو تأکید کردنی هستم که مثلا تاجیکستان مملکتی دنیوی است و در اونجا مثلا این چیزها رو که رقص و بازی رو من کردن ممکن فقط از طرف مقامات یا مثلا از طرف رئیس محله یا رئیس جماعت یا رئیس همون ناحیه. از این جهت من باز یک چیز رو به شما گفتنی هستم که
من با پیشوایان دین اکنون پیش چی گویم با رهبران چهره‌های شناخته خادمان دین بسیار همکاری میکردم، بسیار آنها رو میشناختم و یک چیز رو به شما گفتنی هستم که با یک خادم دین بسیار معروف بود، اکنون نامشون رو نمیگویند، خدا رحمت کند، سال گذشته گذشتن. من اون کس رو همه وقت حاجی آقا میگفتم چون که چند بار حج کرده بودن. با ایشان به بریتانیای کبیر سفر کرده بودیم و مهمان وزارت امور خارجه بودیم و در یک مهمان جای بسیار خوب در یک قصر میانه ما را مهمانداری میکردند و روی میز شراب ماندند. بعد من از حاجی آقا گفتم من از همین شراب خورم، بسیار شراب خوب و بسیار خوب است. گفتم بسیار نادر است، ممکن می. ایشان گفتن که فریدون من این شراب رو نمی بینم، اون چیزهای بد رو من نمی بینم و اونها رو همه چیز رو تحمل میکنم و من مثلا گفتنی هستم که برای این ملایی که بود مثلا برای چشم عبرت برای او شود، مثلا اگر او با عقل بود، با حیا بود و دیگر چیز بود، او این چیز رقص و بازی رو مثلا اگر با دلش مثلا معقول دلش قبول نمیکرد، او مثلا درباره این میگرفت میبرامد تماشا نمیکرد. پس این عقیده های ارتجاعی که موسیقی و سرود نباید باشد و زن و مرد یک جا نباید جمع شوند از کجا می آید؟ این اکنون البته این از این چیزها رو مثلا ما گفتن هستیم که این از سلفی های هم می آید، مثلا از طالب های هم مثلا این چیزها رو قبول ندارند، اما ما فارس نژاد ها با رقص و بازی بسیار یک مثلا حسن توجه زیادی داریم. مثلا اگر یادتون باشد، اگر اکنون این دوست ما جوان هستند و یادشون نیست، وقتی که امام خمینی و حکومت آمد در ایران، او تمام موسیقی رو منع کرد، تمام ترانه ها رو منع کرد، گفت که ترانه ها و موسیقی این افیون برای جوانان هست، اما استوداگری کرده نتوانستند. حالا میبینیم که در ایران هم موسیقی هست، هم آوازخوانی هست و چقدر در اول مثلا دوستای من از دانشگاه و هم پروفسوران و استادان دانشگاه و من نقل میکردن که در اول روحانیان ایران ضد نوروز بودن، چقدر کاری کرده بودن که ضد انعنه چند هزار ساله تاجیکستان استودگی کنند، اون را از بین برند، اما نتوانستند و در آخر تشکر مجبور شدن که این را قبول کنند. تشکر. امرالله اگر شما چیزی گفتنی باشد مرحمت بفرمایید. امرالله. بله، من بحث رو از جای آغاز میکنم که این جناب مهمان و یا اینکه اکای فریدون همون گفتن که این ملا وقتی دیدن که زن و مرد یک جا رقص میکنن به دل میگرفتن و چیزی نمیگفتن. ما برآمده میرفتن. بله ما برمیگردیم به همون اصلی که گفتیم که هر یک ملا و یا اینکه هر یک دانشمند و یا اینکه روحانی دینی دعوای آن را دارد که میگوید من وارث پیامبر خدا هستم و وظیفه اساسی و یا اینکه یکی از رسالت‌های اساسی من در جامعه امر به معروف و نهی از منکر است. پیامبر خدا میگوید که هر وقتی که شما منکر را دیدید، یعنی کاری بد و خلافی را که دیدید، شما به دستان منع کنید. اگر که نتوانستید به زبانتان منع کنید و اگر که در حالت سوم که نتوانستید به دلتان، و این هم حالت ضعیفترین ایمان
است. یعنی که به همین شیوه منظورتون همین است؟ من منظورم این است که وقتی که هر یک ملا دعوا میکند که من وارث پیامبر خدا هم و یکی از رسالت‌های اساسی در جامعه تازه کردن بعض عقیده ها و یا اینکه بعض باورهای نادرست از اذهان مردم و راهنمایی کردن مردم به سمت اخلاق بهتر، این خیلی اگر همین تزکیه را اگر معنی داد کنیم، تزکیه که قرآن میگوید که پیامبر خدا به خاطر تزکیه مردم فرستاده شد، به خاطر تعلیم و تزکیه مردم فرستاده شد و این کسانی که دعوای وارثی کنند اینها هم کارشان در جامعه امر معروف و نهی از منکر هم به خاطر همین تزکیه انجام میدهند. یعنی وقتی که اینا میبینن، فرض کردیم همین در خانه جیان و یا اینکه در خانه دادر و یا اینکه در خانه برادرش که میدانیست و یا اینکه باور داشت که گپش در همون منطقه میگذره، به زبان این کار را انجام داد و این هم شاید از مرحله و یا اینکه از جای آمده بود که الکی در دل پیشکی چندین چیزها و یا اینکه پیام‌های برای رسانیدن داشت. اما یک بشکه کافی. بله جناب فریدون هادی‌زاده، بحث زیادی درباره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه‌های اجتماعی زیاد است. اضافه کردنی است. مرحمت بفرمایید. من یک چیز رو گفتنی هستم. همین بعد از همین پاندمی چند و پیش از اون چند خادم دینی بسیار بلند رتبه یا مثلا که اعتبارشون بسیار بلند بود دنیا رو ترک کردند و حالا یک گفتن ممکن که فضا کمی خالی هست و البته شاید که این ملا یک فکر داشته بود که با همین یک فکر بسیار افراط بسیار سخت همین فضا رو مثلا، چون که به مردم بیشتر مثلا یک چیز رو منع کنی مثلا برای به آنها بسیار خوش می آید و میخواست که گفتی حاضر چخل میگویند در دنیا ریتینگ خود رو بلند کنند و برای همین برآمد با همین گپ با همین رفتار او رو از این رو مثلا معنی داد کرده میتونم، چون که یادتون باشد اگر یک وقتا این حاجی میرزا وقتی که امام خطیب یکی از مسجدهای کلاه بود بسیار حرفای سخت و بسیار تو روانم گپ میزد، یادتون باشد اگر مثلا در نسبت به زنها و نسبت به دیگرها و همون امر معروفاش بسیار سخت بودند و به مردها بسیار معقول بودند و گفتن ممکن که ریتینگش بسیار بلند شد. اما متاسفانه ملاهای ما خادمان دینی ما که ملایم با مردم گپ میزنن صحبت میکنن آداب رو مثلا پهن میکنن، این چیزها رو مثلا مردم قبول ندارد. من نمیدونم برای چی. تشکر جناب فریدون هادی‌زاده. حالا همین سوال ما ادامه همین فکر شماست، یعنی بحثی زیاد در باره رفتار داملا عبدالحنان در شبکه‌های اجتماعی است و مثلا یکی گفته است که مقامات فکر میکنن که با زندانی کردن این انسان عقیده او را تغییر میدن. هرگز از زندان نه خوبتر بلکه بدتر شده بیرون میاد. نظر شما را به این گفته میخواستم بفهمم، یعنی چی است؟ شاید که خدا با این ملا توفیق دهد وقتی که به زندان رود کمی فکر کند. شاید البته از یک طرف باز دونگارا شود، بدتر شود، شاید بهتر شود. فکر یک چیز رو میگویم که با او خدا توفیق بدهد. محترم امرالله نظام، به حرفای هادی‌زاده شما یگان نظری دارید وابسته به اون سوالی که در میان گذاشتیم؟ من علاوه های داشتم.
جناب هادی زاده گفتن که احتمال به خاطر اعتبار سازی بله اومده توی را ویران کردن. اما من این را اعتبار سازی نمیگویم، شاید که اعتماد سازی بود، یعنی کسب اعتماد در بین مردم. چون در حال حاضر اکثر ملاهای ما حتی از پاسخ دادن به سوالهای عادی ترین درباره مسائل روزمره ایبا می‌ورزند، با هر دلیل، یا میترسند یا زیر فشار قرار دارند و یا اینکه به آنها گفته شده است که شما حق ندارید درباره مسائل دینی با مردم صحبت نکنید. ما این خیل شواهد را هم داریم. و یا اینکه شما حق ندارید که با در بین جامعه امر معروف و نهی از منکر کنید. ما این خیل شواهد را هم داریم. هرچند کسانی که ما خیلی از دانشمندان دینی داریم که در حال حاضر وابسته مسجدها نیستند، یعنی نه در مسجدها نماز 5 وقته را امامتی میکنند و یا اینکه نه امام خطیب هستند و یا اینکه سرخطیب، بلکه همچون یک آدم روحانی و دینی و خلاصه عالم دین اونها به کارهای خودشان مشغولند. و حالا توجه شما را به یک صحبت سرایی همکارانمان دعوت میکنم در این فرصت برنامه، یعنی همراه نظر چندی از ساکنان تاجیکستان را درباره رفتار داملا عبدالحنان منانوف بشنویم و ببینیم و سپس برنامه را ادامه میدیم. مرحبا. باشه. توی معرکه از اعضا با این فخر میکنه رقص بازی است، فقط همین. اون که محبوس کردن 6 سال خیلی نادرست است. بخشش پرسیده بود که ما خطا کردم، با گناه سازی کرده شد به گردن گرفت و باید که اخلا جریمه میکردم. در کتاب خودش در کتاب اومدگی که مثال گیرم همین روزه و نماز هم میخونی و رمضان همه شب مثال گفت خدای تبارک و تعالی چه میکنی؟ باید که یکون کس اوزار نتی گپ زیادی نزنی. وقتی که مثال گیرم همون توی معرکه چی مثال گیرم بعد توی که پیش توی مصلحت هم میکنی که همون مردم مثال گیرم ای خدا تو هم روزی باشه ای توی هم روزی باشه. اینا دیگه من نمیدونم چه گپ زدم. خونه داری چه میان چه خیلی بی ثابتی وای باید نمیکردم. راست کردن خیلی وای عصبی شده ملا هرچی گفته میشه و فهمیده که همه وقت آدم باسواد باید که به نفع جامعه کار کنه، نه اینکه خشتندی مردم برهم تیه. داملا باید درست آدم ها رفتار میکرد. از این در یک طرف کلانش میکردن و مردم یاردم میکردن، امو بیچاره و سگره اوش خوبتر بود. در محبس خونه از وای به مردم چی فایده؟ باز امو کارش دوام میتر رفتن میگیره. خیلی مولای هم باشد باید معامله ناز داشته باشد. تشکر. جناب امرالله نظام، نظر شما درباره این صحبت‌های سرراهی مردم چی است؟ مرحبا. مردم حق دارند چنین قضاوت بکنند، چون که شاید اصل واقعه را و اصل فشارها را ندانند. مردم فقط آنچه را دیدن درباره همان حادثه معین نظر و عقیده های خودشان را گفتند. اما پشت پرده ها بالای ملاها در تاجیکستان چی میگذرد این را تقریبا 90% از کسانی که با ملاها همکاری ندارند و یا اینکه ملاها را از دور میشناسند نمیدانند. من به همین خاطر به این مردم حق میدیم. بله تشکر. جناب هادی زاده، نظر شما چی است به این صحبت‌های سرراهی مردم؟ مردم گفتین روسو یک ضرب глас народа глас Божий میگوید، یعنی که اون چیزی که مردم میگوید گپ خدا است. از این لحاظ من گفتنی هستم که یک نفر گفت که البته در توی خرسندی کردن لازم است. دوم گفت که مثلا انانه‌های باید که ما از روی انانه‌ها. سوم گفت که معامله آدم خواندگی باید که معامله خوب داشته باشد. یعنی که فقط این پیران سالان، یعنی که آنهایی که اون بچه‌ای که زیاد ولای بود جوانتر بود، اون فکر و عقیده دوستی ما آقای نظری را پیروی کرد. اما چطوری که ما میبینیم آدم هایی که مثلا
یک تجربه زندگی دارن، آنها اونقدر طرفداری اونقدر طرفداری این ملا عبدالمنانف نیستند و خودم این رو مشاهده کردیم. تشکر. جناب امرالله نظام، سوال دیگر رو از شما میخوام بپرسم که آن را یک کاربری ما مطرح کرده است و نوشته است که ملا با این سن و سال و ریشش تا به نافش فکر نکرد که چون این دشنامه‌های زشت داده است و گفته است که خوبش کردن مان جزا گیرد. پاسخ شما به این حرفای کاربر چی است؟ این کاربر ما از فرض کردیم میگذاریم از دشنام‌هایی که از زبان ملا سر کرد. اصلی دشنام‌ها با اینکه اصلی بدرفتاری و یا اینکه بدگفتاری در شریعت اسلامی هم خوب نیست، یعنی کاری شایسته و یا اینکه پسندیده نیست. خداوند میگوید که اگر سختگو باشی و درست گفتار باشی مردم از شما میگریزند، مردم از تو دور میشن. این خطاب به پیامبر خدا و به تمام کسانی که در حال حاضر دعوای پیروی و یا اینکه همچون واعظی و امر معروف کردن و نهی از منکر کردن را میکنن. از این نگاه آنچه از زبان داملا دشنام حق وارد بود آنها هم مضمون و قابل پذیرش نیستند. اما این که میگویند سزا بگیرد در زندان، ما به همین مانند و یا اینکه بدتر از این، همین چند سال پیش یک کارمند کمیته دین و یا اینکه وابسته به کمیته دین به مسجد در فکر میکنم در ناحیه رودکی رفت و تمام نمازگزاران را اونقدر دشنام‌های قبیح داد که این دشنام‌های ملا در پیش اونها 1% ارزش دارند تقریبا. ملا فقط گفت که بر پدرتان فلان، بر پدرتان فلان. اون کارمند کمیته دین گفت من همتون فلان میکنم. یعنی فاصله از کجا تا کجا هست. اون کسی که کارمند کمیته دین بود و وابسته حکومت بود مقام بالاتر گرفت و این ملایی که به گفته از حکومت کنده بود به خاطر شکستن اعتبار سازی های دیگر واعظان و دیگر امام خطیبانی که احتمال مقامات تصور میکردن که و یا اینکه تصور این را دارن که در حال حاضر اگر ما این را 6 سال زندان ندهیم به همین قول به هر بهانه‌ای که باشد. یعنی شما گفتنی هستید که حرفای داملا عبدالحنان که کمتر از اون دشنام‌های نماینده کمیته دین در ناحیه رودکی گفته است یعنی قابل قبول است؟ پس چی میخواید شما بگوید؟ حرفای داملا قابل قبول است. من گفتم که حرفای داملا، دشنام‌های داملا هم مذمومند، یعنی خوب نیستن، ناپسندیده هم. من اونها را محکوم میکنم. اما اینه که میگویند که خوب کردن زندانش کردن، حرف من این است که اگر که عدالت رعایت میشد باید اول اون کارمند وابسته به کمیته دین را زندانی میکردن تا دیگر کسایی که از نام دین با بدگفتاری و درست گفتاری در بین جامعه نام میبرند برای اونها نمونه و یا اینکه نمونه عبرت میشه. این بود نظر من. تشکر. و همین داد و فریاد داملا به احترامی او به مردم زیاد در این معرکه به اعتنایی بر رسم و رسوم تاجیکان این بحث را برانگیخته است که چرا ملاهای تاجیک هنگام موعظه فقط داد و فریاد میکشند و ازشان مثل جنگ است. چرا اینطور است؟ جناب هادی‌زاده شما به این چه میگویید؟ یعنی من باز یک دو سه کلمه به علاوه کردنی هستم. متاسفانه فرهنگ معاشرتی در تاجیکستان بسیار پست رفته است. من این چیز رو مشاهده میکنم چون که من سالهای 70 80 میدیدم مثلا در شهر بچه های خورد مثلا کلمه های فلانی آچه فلان نمی گفتن. حالا در کوچه بینید اگر در بیرون روید بچه حالی مثلا 3 ساله بچه حقارت های قبیح می دهد و این با یک فرهنگ مردم
تبدیل شده ایستاده است. من از همین بسیار نگران هستم، مثلا برای آن که مثلا مردم کتاب بسیار کم میخوانند. مثلا من بر شما یک چیز رو گفتنی هستم، در یادم آمد دیروز صحبت کرده بودیم با یک دوست خودم. در سالهای 80 مجله صدای شرق با تیراژ 40,000 نسخه در یک ماه پهن میشد. حالا چی؟ هر ماه 40,000. بله تشکر. متاسفانه نه، من این چیز رو گفتنی هستم که سطح فرهنگی بسیار پست رفته است. تشکر. مثلا بله در ما مثلا من چیز رو یک نبیره دارم، مثلا با او تاکید میکنیم که مثلا یک چیز رو با او یک چیز رو بدهید، او همه وقت تشکر میگوید. بله. از شما یک چیز رو پرسد لطفاً میگوید این چیز رو دهید. هیچ وقت این باید که از بچگی مثلا در خونش رفته باشد. مثلا چرا من همه وقت میپرسم که ایرانی ها بسیار بسیار در معامله بسیار خوب هستند، شیرین هستند، اما تاجیکای خودمو بسیار بسیار تشکر. امرالله نظام، از شما میخواستم بپرسم که این گونه رفتار واعظان و یا ملاهای تاجیک یعنی چرا چنین است؟ خیلی خواهش میکنم فشرده تر، یعنی با آهنگ جنگ صحبت میکنن، تند صحبت میکنن. چرا؟ این خطاب هایی که ما داریم یا اینکه خطیبا و واعظایی که ما داریم، متاسفانه همین لحن گفتار تنها خاصی دانشمندان و یا اینکه برخی علمای دینی ما در تاجیکستان نیست، بلکه در کشورهای منطقه هم این لحن ترویج شده است. من فکر میکنم که این یکی از ضعف ها و نکته های اصلاح طلب تمام دانشمندان و بخصوص واعظان اسلامی است که باید سر این اندیشه کنند و این درشت گفتاری و یا اینکه سخت گفتاری را کنار گذاشتن، تجدید در خطابه های خودشان کنند. تجدید در لحن خطابه های خودشان. بله. و حالا در پایان برنامه میخواستم کوتاه نظری هر دوی شما را بشنوم. چی سبب این گونه افراد از طرف داملاهای تاجیک می شود و چی میتواند مانع افرادگرایی در تاجیکستان شود؟ بله، اول از جناب هادیزاده میخواستم بپرسم، ولی خواهش میکنم خیلی فشرده و کوتاه نظرتون بگویید. به فکر من آنها باید که کتاب زیادتر خوانند، نه فقط کتاب دینی، اما کتاب های معنوی و کتاب های نویسندگان. یک دوستی من که سابق مثلا در دانشگاه من در فاکولته شرقشناسی تحصیل میکرد و بعد از اون ملا شد و حالا مثلا نامش بسیار مشهور است. او گفت که من بسیار افسوس میخورم که در وقتی که در جوانیم کتاب های تولستوی و چخوف رو خوندم. من مثلا وقتی که این رو شنیدم گفتم این چی چیزی این بچه میگوید. یعنی که من میگویم که ما باید که خادمان دین ما باید که کتاب زیادتر خوانند و البته این چیز با آنها رو مثلا با یک تحمل و فصیحیت و کمتر مثلا آنها به مردم دو پسه در امر معروف خودشان میکنند. تشکر. امرالله نظام، نظر شما مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم. نظر من این است که این محدودیت هایی که بالای روحانیان، بخصوص کسایی که نه تنها روحانیان ما، کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن، این محدودها باید کمتر شد و این کسایی که حرفی برای گفتن در جامعه دارن و متاسفانه منبرهای رسمی ندارن، باید برای اینها منبرها داده شود تا حرفها و دل خودشان را به مردم گفته توانند. در عکس حال این همه عقده هایی که در دل این دانشمندان ما یک جا جمع می شود، اینها همه روز از روزها اگر امروز در معرکه نترکید و گپش را نگفت، فردا در جای دیگر میگوید. و یا اینکه اگر منبری بلند مبادا نصیب کسی شد مثل همین ملا که فرصت را این فکر میکنم که برای گفتن گپش
همون قدر فرصت یافت و ولی با تاسف میگیم که با هر عباره‌ای که میتوان این حالت بیان کرد نتوانست که اصلی گپش که آقای مردم اختلاط بین مرد و زن حرام است. شاید همین گپ رو گفتن میتوانست، لیکن به اثر سراسیمگی و یا اینکه عصبانیت و یا اینکه پرخاشگری که داشت یا علت‌های و سبب‌ها و عامل‌های دیگری که ما آنها را شاید نمی‌دانیم و یک بارم آغاز کرد از دشنام و حقارت که این کاری خیلی این یک معرکه ببینید خرسندی، یعنی که عروسی خصوصا دادرزاده این قهرمان اساسی ما بود، نه اختلاط زن و مرد. و همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر به شما. من یک لوحه دارم. مرحبا. من میخواستم که باز یک چیز رو گویم و این این یک نصیحت و این واعظان و ملاها، وقتی که شماها به منبر میبرایتان با مردم صحبت کردنی هستیتان، باید که در دلتان بغض نباشد. تشکر. برنامه رو اینجا به پایان میبریم و به شما جناب فریدون حالیزاده و امرالله نظام که وقت گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه ما شرکت کردید سلامت باشید و سپاس از شما بیننده گرامی برای همراهی. من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. اگر پیشنهادی و یا نظری دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.